این مردم عوام روسیه خودش پروش کسا دارن من الحمدلله موسی بخورم میخیزه میره این هم اگر که بشرطی که من برای شما نفهمونم که مرد بچه های خوب شما از شیعه پرهیز بکنید که شیعه دشمن است کشتگی شیعه را نخورید روافیزه از قفاش در مذهب معظم از قفاش خوندن درست نیست این فتوای بلد حرام فتوای مکه و مدینه یک باب داره که از قفای روافیز نماز خوندن درست نمیشه و مذبوحش هم حرام است کشتن خوردنش حرام است نمیشه این همی سخنان را که شما نشنویش ما کجا عقیده را کجا میگیریم و بعد عقیده اهل سنت و جماعت از دوره خلافت حضرت علی کرم الله وجهه بیشتر تا حاضر ما با چی داریم ما زیدیت داریم در عقیده ما اختلاف نمیآید ما چقدر وارد دوست داریم که صحابه پیغمبر خدا بغیر چون شمش کافر میکنن ما چقدر شیعه دوست داریم که او بگن که جبریل خطا کرد باید علی ده میآورد محمد آورد چقدر موارد دوست داریم ما شیعه هم دوست نمیداریم خدا شاهد است و کسی شیعه هم تعریف میکنه دوست نمیداریم شیعه و ترابیست کسی شیعه از منبر تعریف میکنه او ما دوست نمیداریم برای چی برای که من احب قوما فهو منهم کسی کدام قومی را دوست داره هم قدیمه خیزه خدا شاهده که کسی شیعه تعریف میکنه ما دوست نمیداریم شما هم دوست ندارید شما جایی که صحابه موندگی اهل سنت و جماعت موندگی کسی شیعه تعریف میکنه ما دوست میدارید نه دوست ندارید شما خودش دوست می‌داره برای دوست می‌داره خود میکنه که ما شما دوست نمی‌داریم ما شیعه را دوست نمی‌داریم و کسی شیعه را تعریف میکنه او هم دوست نمی‌داریم هم ماشین همین مولا علی قاری حنفی میگه که قاعده روافیز نشانه داره بشناسید ای منبر فقط صحابه را تعقیب میکنه مولا علی قاری میگه نشانه میگه که شیعه را بشناسید شما از منبر رسول اکرم صحابی را فقط تعقیب میکنه شما بشناسید میگه نشانی را بشناسید